بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیز خودم. من صادق محمودیان امروز جمعه 3 بهمن 1404 خب در پی اتفاقات اخیری که در کشور عزیز ما رقم خورد و فتنه دی‌ماه 1404 متاسفانه آسیب هایی که به جان و مال و زیرساخت‌های کشور وارد شد، بنده رو بر این امر واداشت تا در این برهه حساس فتنه آمریکایی صهیونی و همزمان با جنگ دندان نشون دادن ترامپ که مرتباً تهدید میکنه حمله ناوگان جنگیش به منطقه، جابجایی نیروها، استقرار تجهیزات، برای همه ایرانی ها این تصویر نامعلوم و تهدیدآمیز رو به وجود آورده. خب همونطور که همه عزیزان استحضار دارن، مثل همه فتنه های دیگه عناصری به هر حال ارتباط داشتن با در واقع گروه های معاند، چه سلطنت طلب، چه موساد، چه عوامل گروهک های تجزیه طلب و مواردی از این دست. ولی خب برخی از جوانهای ما، مردم ما که در واقع به نوعی تحت القاءات رسانه‌ای طی سالیان سال این امر در ذهن و فکرشون جا افتاده و جا انداختن که تمام مشکلات ما ناشی از این هست که ما با یک تفکر آرمانی و ایدئولوژیک و حمایت هایی که مثلا از فلسطین داریم یا اسلامگرایی که داریم، در واقع منجر به این شدیم که دنیای غرب در رأس اون آمریکا و اسرائیل و کشور اروپایی با ما دشمن بشن و در صدد اعمال فشار، اعمال تحریم و مواردی از این دست بر بیان. خب من اینجا روی سخنم با همه مردم ایران هست، یعنی با هر اندیشه و تفکر و در واقع جریان فکری و سیاسی که دارن و از هر گروه و دسته‌ای هستن، با همه اونا. قطعا همه ایرانی ها، ایران، خود ایران فارغ از هر گونه حکومتی که داره عزیزه و افتخار ایران و ایرانی رو قطعا مطمع نظر خودشون دارن و نمیتونیم بگیم که یک ایرانی با کشور خودش، با وطن خودش، با فرهنگ خودش، با تمدن خودش در واقع مشکل داشته باشه و خیر و صلاح اون رو نخواد. ولی خب برای اینکه ما بتونیم این بحث رو جا بیاندازیم و بازش کنیم، یک تصور، یک فرض محالی رو اینجا میخوایم با هم دیگه فرض کنیم تا بتونیم ابعاد این فرض رو به درستی با هم دیگه تحلیل کنیم. و اون فرض محال سقوط جمهوری اسلامی به تشکیل یک حکومت غربگرا و به اصطلاح حالا در واقع رسانه‌ایش نرمال جامعه بین الملله. حالا این من نوع حکومتش رو کار ندارم، سلطنت طلب هست، لیبرال دموکراسی هست، نمیدونم کمونیستی هست، هر اون چی که خیلی ها فکر میکنن با سقوط جمهوری اسلامی، با سر کار آمدن اون حکومت شرایط اوکی میشه و در واقع مشکلات اقتصادی و تحریم ها و در واقع موضوعاتی که امروز همه مردم ما باش دست به گریبان هستن حل و فصل میشه. ما مثلا کشورهای غربی و سایر کشورهایی که رابطه خوبی با آمریکا دارن در واقع وارد یک
مدینه فاضله‌ای و یا یه اقتصاد خیلی مطلوب و که منجر به رفاه مردم ایران میشه خواهند شد. من برای اینکه این فرض رو ابعادش رو باز کنم و ذهن عزیزان و مردم محترم ایران روشن بشه چند تا سوال میخوام مطرح کنم. مثلا تصور کنید الان جمهوری اسلامی وجود ندارد و یه حکومت غربگرا سر کار. سوال من این هست که آیا این حکومت غربگرا حق دارد که قوی و قدرتمند باشد یا خیر؟ اگر در ذهنتون میگید بله حق دارد، مثلا کشورهای عربی، مثل قطر، مثلا عربستان و مواردی از این دست، پاسخ من یا حتی مثلا کشورهای اروپایی، کانادا، دانمارک یا کشورهای آمریکای لاتین و مواردی از این دست، پاسخ من به شما این هست که نه، همه این دعواها سر این هست که ایران نباید کشور قوی باشد. نه تنها ایران نباید کشور قوی باشد، بلکه ما الان در صحنه بین الملل میبینیم که اروپا هم الان به این صرافت افتاده که ناتوی اروپایی خودش رو در واقع برقرار کنه و بالا بیاره. چرا؟ چون میبینه که آمریکای متحد با غرب که سالیان سال مطرح میشد که اینا متحدین آمریکا هستن، الان وقتی بحث منافع در پیش آمده، منافع آمریکا، این اروپای متحد هم قربانی می شود. به چه نه؟ در بحث در واقع مطالبه ترامپ برای جزیره گرینلند. جای دیگه متحد بسیار نزدیک آمریکا که کشور کانادا هست، حتی در واقع شماره بین المللی در واقع کانادا و آمریکا یکی هست، 201 هست. حتی او هم زمانی که پای منافع آمریکا در میان می آید باید بپذیرد که تسلیم شود و ایالت 51 آمریکا شود. امروز می بینیم که آقای ترامپ در مجمع در واقع جهانی داووس میاد آقای مکرون رو مورد تمسخر خودش قرار میده و مضحکه میکنه که این مثلا عینک دودی زده، خیلی نمیدونم حرفای گنده تر از دهنش زده یا مواردی از این دست. ببینید آمریکا کشورهای دنیا رو فارغ از این که اینها چطور فکر میکنن، چه سیستم سیاسی دارن، چه دینی دارن، مسیحی هستن یا هر دینی دیگه ای، مطیع منافع خود میخواهد و هر کشوری اگر خلاف این منافع بخواد رفتار کنه، حالا چون کشور اصلا ایدئولوژیک یا آرمانگرا باشد یا نباشد، آیا اون جزو کشورهای لیبرال دموکراسی باشه یا جزو کشورهای کمونیستی باشه، اینها همه در واقع این تشت رسوایی این قضیه به زمین خورده. یک روزی در واقع لیبرالیسم غربی به رهبری آمریکا دو قطبی لیبرالیسم و کمونیسم را انداخته بود. میگفت بلوک شرق و بلوک غرب، هر کی کمونیسته باید نجاتش بدیم، این کمونیسم دشمن خداست، خدا رو قبول ندارن و با این نقاب در واقع داشت تلاش میکرد که اون جریان رقیب رو از میدون به در کنه. جای دیگه صحبت از تروریسم میکرد و حالا این اسلامگرایی افراطی و فلان و اینا، ولی ما
دیدیم دیگه که هیچ کشوری در تعصبات مذهبی و افراطیگری اندازه اسرائیل افراطی نبود که برای یک جنگی حاضر شد حدود 70-80 هزار انسان رو بکشه، نسل کشی کنه، تا اینکه در واقع کشور فلسطین رو بتونه اشغال کنه. و همه حرفشون هم اون در واقع تشکیل اون کشور یهودی خالص، یعنی اون نگاه نجات پرستانه مطلق بود. پس اسلامگرایی یا رادیکالیسم یا افراطیگرایی هم بهانه‌ای بیش نبود. همین داعش رو هم دیدیم که روزی خود آمریکا این رو به وجود آورد و روزی هم وقتی منافعش رو به خطر انداخت که چند آمریکایی کشته شدن، چطور زیر ضرب برد و مورد حمله خودش قرار داد. پس بنابراین اینها همه بازی‌های رسانه‌ای بوده که سعی کردن در ذهن و فکر جوامع مختلف با اون دستگاه عریض طویل رسانه‌ای خودشون جا بیاندازن، بگن که مثلا اگر هر کشوری نیاد از قواعد دموکراسی پیروی نکنه ما بهش مثلا حمله میکنیم، کشورهای اگه دیکتاتوری باشه ما بهش حمله میکنیم. یه روزی خریدار داشت این حرفا دیگه، همه میپذیرفتن. الان ما میبینیم کشورهای دیکتاتوری در کنار آمریکا و آمریکا خیلی رابطه خوبی داره بهشون، مثل عربستان، مثلا بحرین. اینا خب دیکتاتوری هن، دموکراسی ندارن که اینا به مردم خودشون به شدت در واقع ظلم میکنن. بحث رأیگیری، پارلمانی، دموکراسی در کار نیست و هر انتقادی رو هم بلافاصله به شدیدترین وجه ممکنش باش برخورد میکنن، اعدام میکنن، گردن میزنن و مواردی از این دست. و ما میبینیم که اینجا آمریکا خیلی به این قضیه دموکراسی توجه نداره. بله، کشوری که دموکراسی نداشته باشد و خلاف میل آمریکا باشد اینجا باید مورد حمله قرار بگیره. این کشوری که منافع آمریکا رو تأمین میکنه، حتی اگر مثلا مخالفین خودش رو صدا میکنه تو سفارت تیکه تیکه میکنه مثل جمال قاشقچی، باز باش کاری نداره. اینجا یه روزی الان نخست وزیر کانادا تو همین مجمع داووس داره سخنرانی میکنه، یه روزی میگه ما شعارهایی رو میدادیم هم از حقوق بشر و دموکراسی و چه و هر آنچه که موافق و در همراستای منافع ما بود خیلی راحت بهش برچسب اینو میزدیم که این خلاف دموکراسیه و باید مورد حجمه ما قرار بگیره. اما امروز دیگه این ماسک ها از چهره افتاده و هر جایی که هر کشوری که اطاعت نکنه و مطیع اوامر آمریکا نباشه و منافعش رو تأمین نکنه مورد تقابل و تلافی آمریکا قرار میگیره. حالا این تقابل و تلافی میتونه وضع تعرفه باشه، میتونه حمله باشه، میتونه آدم ربایی باشه، میتونه عرضم به خدمت شما که تهدید به خروج از ناتو باشه که اروپا رو داره تهدید میکنه و یا هر چیزی دیگه ای. یک روزی اروپایی ها تخم مرغاشون رو گذاشتن زیر سبد آمریکا و دفاع خودشون رو سپردن به این جبهه مشترک و این ناتو رو به وجود آوردن. امروز همین ناتو اهرم فشاری است بر اروپا برای اینکه به آمریکا باج بدهد. چرا؟ اگر گرینلند رو ندید تعرفه میبندم، اگر فلان کارو نکنید تعرفه میبندم، اگر فلان کارو نکنید از ناتو خارج میشم و شما میمونید و روسیه‌ای که شما رو شخم خواهد زد. اینا همه تهدیداییه که علیه اروپا اتفاق میفته، علیه کانادا اتفاق میفته، علیه متحدین عربی اتفاق میفته. من اگر از شما حمایت نکنم
شما یک روز هم دوام نخواهید آورد، سقوط میکنید مقابل ایران. شما باید گاو شیرده باشید. با همین ادبیات داره با کل دنیا صحبت میکنه. امروز ترامپ کل دنیا رو داره تهدید میکنه، فقط ایران نیست که به لحاظ ایدئولوژیک بگیم فلسطین داره حمایت میکنه، میخواد حکومت ایران رو ساقط کنه. خیر، حتی اگر فرانسه هم مقابلش بیسته، حتی اگر دانمارک هم مقابلش بیسته و جزیره گرینلند رو نده بهش، احتمال حمله به دانمارک، احتمال حمله به اروپای یک پارچه هم اینجا وجود داره، احتمال جنگ اقتصادی با اروپا هم وجود داره. دیگه داستان دیگه گذشته از این حرفا. چرا میگم داستان از این حرفا گذشته؟ علتش اینه که امروز هژمونی آمریکا در حال سقوط است. امروز آمریکا میبیند که اگر دیگه چهره زور و زورگویی و قلدری خودش رو عریان نکند و بدون رورسی منافع خودش رو در سطح دنیا تأمین نکند، باید با هژمونی بین المللی و ابرقدرتی خودش خداحافظی کند. گرینلند را میخواهد. چرا؟ به این دلیل که گرینلند با آب شدن یخهای قطب مسیر کوتاهتری را میتواند برای حمل و نقل انرژی به وجود بیاورد. امروز آمریکا به این نتیجه رسیده که چین نمیتواند با این چینی که به سرعت داره چرخهای اقتصاد خودش رو میچرخونه رقابت کنه. اقتصاد رو به چین خواهد باخت. بنابراین اینجا گرینلند رو میخواد تا یک برتری ژئوپلیتیک بر چین برقرار کنه، یک موازنه قدرت جدید به وجود بیاره مقابل چین. اینجا روسیه را چماق کرده که بر سر اروپا بکوبد تا اروپا به او باج‌های بیشتری در حق عضویت در ناتو بدهد. امروز با تهدیدایی که به وجود میاره، با سفری که به کشورهای عربی میکنه، 1000 میلیارد دلار آنها را میدوشد تا کسریهای بودجه های خودش در اثر ناتوانی های اقتصادی خودش رو بالانس بکنه. امروز همه رو قربانی میکند. تنها جایی رو که قربانی نمی کند اسرائیل است. چرا قربانی نمی کند؟ به این دلیل که اسرائیل صاحب لابی های قدرتمندی هست در آمریکا و صهیونیسم بین الملل حاکمیت امریکا رو در دست دارن و به نوعی اینجا این تقسیم بندی داره به این شکل اتفاق میفته که آمریکا سلطان اعظم کل دنیا باشد و اسرائیل با تلاش‌های خود و تجزیه کشورهای بزرگ خاورمیانه از جمله ترکیه و عربستان تبدیل بشود به سلطان خاورمیانه که هژمونی منطقه است و هر آن اگر اراده بکند به هر کشوری در خاورمیانه حمله خواهد کرد و هر کشوری اگر مقابل سیاست‌های او بایستد محکوم به تجزیه، محکوم به چنج رژیم، تغییر رژیم و موارد دیگر خواهد شد. این اتفاق رو ما در اتحادی که اسرائیل با دشمنان ترکیه، قبرس و یونان در واقع برقرار کرد ما دیدیم. زمانی که ترکیه کمک کرد به اسرائیل و آمریکا و حکومت بشار اسد رو با حمایت از الجولانی جبهة النصره در واقع باعث سقوط بشار اسد شد، بعد از اینکه سوریه سقوط کرد از سوریه بیرونش انداختن. حمله هایی که اسرائیل به الجولانی کرد بخشای مختلفی رو که
سوریه رو در واقع اشغال کرد، منابع مختلفش رو، زیرساختاش رو نابود کرد، منابع آبیش رو گرفت و موارد از این دست، مفهومش بیرون انداختن ترکیه بود. ترکیه خب تو رکبی که باید میخوردی و خوردی، حالا گروتو گم کن توی سوریه برو بیرون، سهمی نخواهی داشت. حالا ما میریم با دشمنای تو هم در واقع متحد میشیم. طرح تجزیه تو رو هم که سودای امپراتوری، احیای امپراتوری عثمانی رو هم داشتیم، نقشه برآب میکنیم. عربستان با تو هم همین کارو میکنیم. به چه نحو؟ میایم یه رقیب برات میتراشیم، امارات در جنوب یمن، طرح تجزیه تو رو هم استارت میزنیم. کما اینکه دیدیم از عربستان با امارات در جنوب یمن درگیر شد و اینجا شاخک‌ها تکون خورد که نه، مثل این که بحث اصلی هم خاورمیانه بزرگ تغییر نقشه ژئوپلیتیک منطقه است و تجزیه همه کشورهایی که میتوانن، امکان این رو دارن، پتانسیل این رو دارن که هژمونی اسرائیل رو به چالش بکشن. حال نکته‌ای که وجود داره، تمام این لشکرکشی‌ها و آوردن ارزم خدمتتون ناو و چه به نوعی ترساندن ایران است، برای اینکه ایران از ترس جنگ به میز مذاکره فرار کنه و آنچه که در صحنه جنگ نمیتوانن از ایران بگیرن در میز مذاکره، قدرت موشکی ایران، هسته‌ای ایران، به حمایت از محور مقاومت رو از ایران بگیرن و ایران رو فاقد هر گونه هویتی بکنن که هژمونی اسرائیل را بتواند به چالش بکشد. حالا این ایران اصلاً فرقی نداره که این ایران جمهوری اسلامیه، ایران اداره شده به وسیله پهلویه، ایران اداره شده به وسیله لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی یا هر چیزی دیگه. این ایران حق ندارد تمامیت ارضی خود را حفظ کند، حق ندارد قدرت موشکی، پهپادی و دفاعی خود را حفظ کند، مثل آن چیزی که در سوریه اتفاق افتاد. الان جولانی یک مار دندان کشیده است که هیچ خطری برای اسرائیل ندارد، که اسرائیل میتواند کشورش را هر زمان بخواهد مورد تاز خود قرار دهد، هر جایی از کشورش را میخواهد اشغال کند، هر گروهی را که طرفدار اسرائیل است در هر نقطه از آن کشور، مثل دروزی ها و مواردی از این دست، مثل اتصالاتی که بین کردها و اسرائیل برقرار شده، حاکم کند. پس ایران دیگه نمیتواند ایران قدرتمند باشد. حالا ایرانی باشه که اصلا غربگراست، ایرانی نمیتواند موشک داشته باشد، کما اینکه زمان شاه که حتی ژاندارم منطقه بود و مثلا ارتباط داشت با آمریکا، تحت هیچ شرایطی آمریکا حاضر نمیشد به دولت پهلوی موشک بده. کما که الان رضا پهلوی هم ازش میپرسن، میگن با این پایگاه موشکی ایران بعد از اینکه به قدرت رسیدی چیکار میکنیم؟ میگه استفاده‌های دیگه نمیکنیم ازش. خب استفاده‌های دیگه میکنی یعنی چی؟ یعنی اینکه فاقد قدرت دفاعی خواهی بود. خب معنیش اینه که اشغال میشی، معنیش اینه که تجزیه میشی، معنیش اینه که تمامیت ارضی خودتو نمیتونی حفظ کنی، معنیش اینه که شرایط بسیار مطلوب ژئوپلیتیک کشورت رو از دست خواهی داد. کردها رو یه جور شیر میکنن، ترکها رو یه جور شیر میکنن، بلوچها رو یه جور شیر میکنن، ایرانستانی میخواهن بسازن که این ایرانستان دیگه اون موقعیت ژئوپلیتیک خودشو نداره، دیگه اون ثروت‌ها رو نداره. اتفاقا این کشورهای تیکی تیکی شدن با هم در جنگ و نزاع و درگیری هستن، کما اینکه این اتفاق در شوروی فروپاشی شده هم میبینیم اتفاق افتاد. الان روسیه داره با کجا میجنگه؟ با اوکراینی که یه روزی کشورش بود، یه روزی که تمام اون پایتخت قدرت نظامی اتمیش اونجا بود.
با آذربایجانی درگیر میشه که یه روزی جزء کشورش بود. پس تفرقه بنداز و حکومت کن. اینجا هم برقراره از تجزیه ایران یه چنین قصدی وجود داره. بنابراین شاید امروز حالا بخشی از افراد کرد زبان حس کنن الان ما میتونیم اون آرزوی دیرینی خودمون رو، اون کشور کردستان خودمون رو برقرار کنیم، اما اینطور نیست. زمانی که آبها از آسیاب افتاد همون رفتاری رو با شما میکنن که با جولانی کردن، همون رفتاری رو میکنن که با صدام کردن. بنابراین کشورهای ضعیفی که نمیتونه ثروت خودش رو حفظ کنه، نمیتونه منابع خودش رو حفظ کنه، کما اینکه میبینیم آمریکا دست میذاره رو گرینلند، رو کانادا، رو اوکراین، قرارداد به من بده، با من ببند، منابع کمیاب معدنی که برای ساخت تراشه‌های الکترونیکی و ابر کامپیوترها نیازه رو من باید بیام اینجا بردارم ببرم. چرا؟ چون چین منو تحریم کرده. پس بنابراین امروز دیگه اون تفکر نمیدونم عضو نرمال جامعه بین الملل، دیگه اون تفکر منسوخ شده، دیگه اون فرو ریخته، دیگه اون پارادایم از هم فرو پاشیده. دیگه یه ذره لازمه که مردم عزیز ما از این بنبست بیان بیرون. تموم شد که یه روزی میگفتن اروپا مهد دموکراسی و حقوق بشر و چه و چه. الان آلمان میگوید اسرائیل همان کار کثیفی که ما باید میکردیم و کرد. دوران داره برمیگرده به همون دوران چهره عریان استعماری که هر کی زورش میرسید و قانون جنگل رو داشت میومد منافع خودش حفظ میکرد، اگه نمیتونست بلعیده میشد. اینکه آیت الله خامنه‌ای میگوید که هدف آمریکا بلعیدن ایران است، بله، اینو در ونزوئلا هم میبینیم، در کوبا هم میبینیم، در کلمبیا هم میبینیم، در برزیل هم میبینیم. اونا نه مرگ بر آمریکا میگن، نه پرچم فلسطین رو آوردن بالا. هیچ کدوم اینا نیست. گرینلند و دانمارک هم یه همچی داستانی نیست. کانادا هم یه چنین داستانی نیست. اینا متحدای همین دیروز آمریکا بودن، ولی وقتی مقابل منافعش قرار داده میشن اینا دور ریخته میشن. اروپایی‌ها ابراز پشیمانی میکنن که اعتماد کردن به دوستی با آمریکا. برزیل به همین شکل. پس بنابراین الان اون نظم جهانی مبتنی بر هژمونی آمریکا در حال فروپاشی است و آمریکا همه تلاشش رو میکنه با یه دیکتاتوری و زورگویی و قلدری عریانی دوباره این هژمونی و قدرت رو برای خودش بتونه حفظ بکنه. و ما اگر در قرن 21 فریب آمریکا و اسرائیل رو بخوریم و همکاری با دشمنای دیرینه این تمدن بکنیم، به دست خودمون رو نابود میکنن. یعنی کاری که خودشون در جنگ 12 روزه نتونستن با ما بکنن و نهایت 1000 نفر از ما شهید شدن در 12 روز جنگ که ما انگار داشتیم با کل دنیا می جنگیدیم، کل اون اروپا و آمریکایی که پشت اسرائیل بودن. به دست خودمون در یک روز 3000 تا جانباخته رو دست ما گذاشتن. کلی از زیرساختامون از بین رفت، کلی از اموالمون با آتش کشیده شد، کلی از مردم عزیزمون از دست دادیم، کلی ها مجروح شدن. اینا رو، یعنی این که اول آمدن در جنگ 12 روزه حمله کنن که یه چنین شورشی رو راه بندازن، موفق نبودن، این دفعه معکوس عمل کردن و نتیجه بخشتر بود. هوشیاری ما اینجا خیلی اهمیت داره. اونها ما رو شیر میکنن که منافع اونا رو تأمین کنیم، نه منافع خودمون رو، نه آزادی، نه دموکراسی، نه رفع تحریما. اینا همش یه سری تخیلاتیه که به وسیله رسانه هاشون تو مغز مردم ایران میکنن، ولی واقعیت نداره. اونا دشمنای ما هستن که منافع خودشونو میخوان سر به
تن هیچ کدام از ما نباشه، چه کرد، چه بلوچ، چه ترک، چه هر قومیتی، چه هر زبانی، چه هر دینی، چه هر مذهبی. اینا با ایران کهن هم مشکل دارن. زمان بوش این اعتراف بوش پسر هست که میگه ایرانی ها هنوز فکر میکنن زمان امپراتوری کوروش هست، یه غروری در وجود اینا هست، ما این غرور رو باید بشکنیم. پس اونی که به اون تفکر ملیگرایی میای تو خیابون که به قول خودت عظمت ایران رو به ایران برگردونی، ولی این عظمت برگردوندن نیست و این نوکر و برده شدنه. این نوکر و برده شدن اسرائیل و آمریکایی یکی میخواد به دست خودمون رو تجزیه کنه، ضعیف کنه، نابود کنه، از درون فروپاشی برای ما به وجود بیاره. عظمت رو آیت الله خامنه ای داره به ایران برمیگردونه که آمریکا علی رغم همه تهدیدایی که میکنه هر وقت میخواد به ایران حمله کنه چند بار هی بررسی میکنه، هی مزه میکنه، بالا میره پایین میاد که ببینه آیا میتواند ترس و رعب و وحشت رو در مقامات ایران به وجود بیاره، رقم بزنه یا نه. و وقتی نمیزنه با دوره یه قدم عقب میره، دوباره بازی رو از سر شروع میکنه. زمانی که ملت ما متحد پشت رهبری که به معنی واقعی کلمه همون عظمت دوره هخامنشی رو داره به وجود میاره، همون عظمت ایران بزرگ و قوی و مقتدر رو داره به وجود میاره، همه پشت سر اون رهبری در واقع متحد شدیم، حرفامونو با خودمون زدیم. بله ایراداتی هست، نقاط ضعفی هست، فسادهایی هست، در اقتصاد ما هست، مشکلاتی هست، ولی باید با گفتگوی درون خانوادگی حلش کنیم. با این گفتگو میتونیم موانع رو عبور بدیم. از این پیچ و خمها اگر عبور بکنیم میشویم ایران ثروتمند، قدرتمند و ایران مقتدری که در نظم جدید دنیا پس از فروپاشی هژمونی آمریکا جایگاه ارزشمند و قدرتمندی داره که ایران رو به قله‌های پیشرفت و ثروت میرسونه. این اتفاقها ممکنه وقتی ما اون اتحاد مقدس خودمون رو حفظ کنیم، همه با هر تفکر، هر اندیشه‌ای، بی حجاب با حجاب، نمیدونم لایک، با هر تفکری، با هر